سلام و درود نیسارتان همدیاران عزیز. خواستم اینجا سوگنامه به مرگ استاد ملا احمد خالوف که به قلم مجمری قمر، یکی از شاگردان دوست داشتنی آن کس تعلق دارد، براتان قرائت کنم. صد دریغ از این جهان یک مرد دانای برفت، صد دریغ از این جهان یک مرد دانای برفت، مرد دانای برفت چون نیم دنیای برفت. دوستان گریه کنان ناله کنان میگویند، آه از دنیای دون یک مرد والای برفت. شش ده این دره با اشکهای شش قطار، موشت بر سر میزنند مرد دانای برفت. شش ده این دره با اشکهای شش قطار، موشت بر سر میزنند چون مرد دانای برفت. خاکساری خاکساران بود و مردی خوش سخن، در زباندانی نگر یکتا و گویای برفت. او برفت بر جنت و ما را به فکر واگذاشت، وا علم از بین یاران نور دنیای برفت. چون چو شاگرد من ز استاد حرفها آموختم، وا دریغا که ز ما یک نور رویای برفت. هم سبق هم کسب بودم با پدر در زندگی، حیف ایشان وا علم کردند امروز بندگی. ساعت مرگ عزیزان پیش خالق عزیز، ای تو مجمر سر سجود آور به مرگ و زندگی. ای تو مجمر سر سجود آور به مرگ و زندگی. صد دریغ از این جهان یک مرد دانای برفت، مرد دانای برفت چون نیم دنیای برفت.